حمدی به حد و ثنایی به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست از او طاعت. نام پاکش محمد عربی، راه نماینده بزرگ و سبی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، دوستان از بنده خواهش کردند که یک توصیه، یک نصیحت درباره کلمه استغفار گفتن و فایده های استغفار صحبت داشته باشم. این لحظه خواستم که جواب خواهش برادرها را گردانم و در باب فایده های استغفار که کلمه استغفار گفتنش چی فایده دارد یک چیز صحبت داشته باشم. کلمه استغفار ما و شما استغفر الله میگوییم. معناش این است که پروردگارا من مغفرت بکن، من از همه گناه و بدی پاکیزه بگردان. یعنی کلمه استغفار گفتنش فضیلت و ثواب زیاد دارد. حضرت آدم علیه السلام وقتی که رب العالمین اونها را از جنت به سبب خطا، به سبب نزدیک شدن به اون درخت از جنت بیرون کرد، مفسرین می‌فرمایند که حضرت آدم علیه السلام دوام 40 سال گریه کرد، ناله کرد و این دعا را میگفت که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین. پروردگارا ما به نفس خود ظلم کردیم، اگر تو ما را مغفرت نکنی و به حال ما رحم نکنی ما از جمله زیان دیدگان می باشیم. یعنی این دعای حضرت آدم علیه السلام این بود که پروردگارا اگر ما را مغفرت نکنی، یعنی به حال ما رحم نکنی، ما را مغفرت نکنی، از گناه و بدی پاکیزه نگردانی و به حال من رحم نکنی، ما از جمله شخصیت هایی که برنج و درد و داغ دنیا و آخرت مبتلا می شوند از جمله اونها می باشیم. الله رب العالمین این دعای آدم علیه السلام را قبول کرد و گناه آدم علیه السلام و مام حوا را بخشید و دوباره خداوند بخت سعادت دنیا و آخرت را برای آدم علیه السلام و مام حوا نصیب گرداند. یعنی برادران عزیز، این فایده کلمه استغفار گفتنش هست که خداوند به سبب گفتن این جمله و این کلمه خداوند حضرت آدم علیه السلام را گناهش را بخشید. شخصیت نزد حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه آمد و از قحطی، از ناداری، از قشاقی دور زمان شکایت کرد و حضرت برای اون شخصیت توصیه دادن که استغفر الله، تون از خداوند طلب مغفرت کنید، از خداوند طلب مغفرت کنید. الله رب العالمین قحطی را، قشاقی و ناداری را از حیات شما دور میگرداند. شخصیت دیگر اومدن از نزد حضرت شکایت کردن از فقر، از کمبغلی و ناداری. حیات ما بسیار حیاتی یعنی کمبغلانه، نادارانه گذشته ساده است. حضرت برای اون هم توصیه دادن که استغفر الله، تون از خداوند طلب مغفرت کنید، یعنی کلمه استغفر الله زیاد در حیات بگویید. شخصیت دیگر نزد حضرت آمدن، از حضرت پرسیدن که ادعو الله ان یرزقنی ولدا، تون از خداوند نزد خداوند دعا کن ای حضرت خداوند ما را فرزنددار کنه، ما فرزند نداریم. حضرت برای اون هم توصیه دادن که استغفر الله، تون از خداوند طلب مغفرت کن، یعنی کلمه استغفار برای خودتون وظیفه کنی، عادت کنی بگویی. و دیگر اینکه شخصیت آمدن از نشیدن یعنی ثمره، میوه ها و باغ و بوستان شکایت کردن حضرت
میوه یعنی باغهای ما حاصلی خوب نمیدهند، میوهشون کم شده. حضرت برای اونها هم توصیه دادن که استغفر الله، یعنی از خداوند طلب مغفرت کنید. بعد از اون حضرت امام حسن پرسیدن، گفتن حضرت هر شخصیتی از شما چیزی شکایت کرد، شما اون توصیه و یعنی کلمه استغفار داده، گفته استغفر، کلمه استغفار عادت کنی، استغفر الله زیاد بگویی. حضرت گفتن من از نزد خودم چیزی نمیگم. آیتی را از سوره حضرت نوح براشون تلاوت کردن، آیت 10 تا 12 که رب العالمین میفرمایند که فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظیم. مفسرین کرام میفرمایند که در زمان حضرت نوح علیه السلام قحطی آمد، حتی دوام 40 سال یگان قطره بارانی نبارید. بعد از آن حضرت نوح علیه السلام به سوی قومهایش گفتند فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، تا از پروردگارتون طلب مغفرت کنید، خداوند بسیار غفار و یعنی بخشنده گناه است، مغفرت کننده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، از خداوند طلب مغفرت کنید، خداوند برای شما باران رحمت نازل می‌فرماید، باران رحمت می‌فرستد خداوند برای شما. و یمددکم باموال و بنین، و خداوند شما را یعنی که مالدار میگردانه، بای و بدولت میگردانه، و خداوند شما را سیر فرزند، سیر نسل میگردانه. در تفسیر این آیت بسیاری از عزیزای خدا میفرمایند که شخصیت اگر فرزند نداشته باشه، فرزنددار نباشه، کلمه استغفار برای خودش وظیفه کنه، عادت کنه، رب العالمین و ان شاء الله رب العالمین که از فضل کرم خودش فرزنددار میگردانه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت گفتن که خداوند یعنی که درختها و ثمره های شما را پر میوه میگردانه و جویبارهای شما را پر از آب میگردانه. یعنی این قحطی، این قشاقی را از حیات شما دور میگردانه. اگر ما و شما هم برادران عزیز بزرگوار این کلمه استغفار یعنی استغفر الله گفتنش عادت کنیم، برای خود وظیفه کنیم، حدی اقل از همه کمتر روزش 100 بار نباشه، از 1000 بار زیاد اگر ما در حیات این جمله را اگر بگوییم، ان شاء الله رب العالمین که خداوند به سبب فضیلت این کلمه و به سبب گفتن این کلمه خداوند به برکتی را از حیات ما دور میگردانه. این قحطی و یعنی این ناداری که در حیات مسلمان های امروز آمده است، این رنج و مشقتی که در حیات ما آمده است، این غریبی که در حیات ما آمده است، خداوند اینها را از حیات ما ان شاء الله رب العالمین دور میگردانه. یعنی این آیت بود که دلالت برای فایده های یعنی کلمه استغفار گفتن دلالت دارد. در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضیق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حیث لا یحتسب. گفتن هر شخصیتی که کلمه استغفار برای خودش گفتنش لازم بدانه، یعنی وظیفه کنه و عادت داشته باشه، خداوند اون شخصیت از تمام حالت تنگی، از تمام حالت مشکلی بیرون میبره. یعنی رنج و مشقت، یعنی مشکلی ها را، دشواری ها را از حیات او خداوند دور میگردونه. و من کل هم فرجا، خداوند تمام غمگینی ها را، ناراحتی ها را، ناآرامی ها را از حیات او انسان دور میگردونه. و رزقه من حیث لا یحتسب، و خداوند برای او شخصیت از جای رزق میدهه که در حسابش نیست، یعنی در فکرش نیست. خداوند رزق او شخصیت زیاد میگردونه. یعنی برادران عزیز، این حدیث هم دلالت این را دارد که هر انسانی که وظیفه استغفار داشته باشه، کلمه استغفار برای خودش عادت کنه، دائما استغفر الله استغفر الله استغفر الله بگوید، ان شاء الله رب العالمین که خداوند بزرگوار یکمش که
از تمام حالت مشکلی و مشقت او را خداوند بیرون میبراره. دویمش این که تمام غمگینی ها را از حیاتش دور میگردانه. سیمش این که خداوند برای او رزق زیاد نصیب میگردانه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که والله اینی لاستغفر الله و اتوب الیه فی یومی اکثر من 70 مره. قسم به نام الله، من هر روز کلمه استغفر الله و توبه را زیادتر از 100 بار یعنی برای خودم عادت کردم. هر روز از 100 بار زیاد کلمه استغفر الله میگم و نزد خداوند توبه میکنم. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم معصوم بودن، از گناه پاکیزه بودن، اما این توصیه حضرت، این نصیحت حضرت برای ما امتان پیروان است که ما هم باید کلمه استغفار برای خود عادت داشته باشیم، یعنی وظیفه داشته باشیم. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. تن خوشا به حال شخصیتی که در نامه اعمالش یعنی کلمه استغفار زیاد یافته شود. طوبا را پیغمبر بزرگوار گفتن یک درختی هست در جنت که یعنی میوه ها، نوع میوه ها دارد. یعنی طوبا خوشا به حال همون شخصیت، یعنی همون جنت، همون درخت جنت، همون میوه های جنت نصیب شخصیت بود که او یعنی که در صحیفه اعمالش کلمه استغفار زیاد نوشته شود. هر چیزی که ما و شما با زبان میگوییم برادران عزیز، این دو ملائکه که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، این ملائکه هایی که وابسته به نوشتن عمل های ما هستند، اونها نوشته میکنند. پیغمبر بزرگوار گفتن خوشا به حال شخصیتی که این ملائکه دست راست کلمه استغفار در نامه اعمالش زیاد نوشته باشه. ما و شما یک عادتی داریم وقتی که یعنی از نماز سلام دادیم، اینم یکی از سنت ها هست که 3 بار استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگوییم. اینم دلالت معناش این است که ای پروردگار، اون کمبودی و ناقصی و نارسایی که در این عبادت من است اون از من پاکیزه بگردان و این عبادت، این نماز من به درگاه بی نیازت قبول بگردان. ببینه که حتی بعد از نمازم پیغمبر بزرگوار برای ما تعلیم دادن که 3 بار کلمه استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگوییم. این هم یکی از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. البته سببی که امروز رنج مشقت در حیات ما مسلمان ها زیاد شده است، بی برکتی در حیات ما پیدا شده است، رزق های ما کم شده اند، سببش از روی گناهکاری و نافرمانبرداری خود ما است. اگر ما و شما کلمه استغفار بگوییم، خداوند در برابر این کلمه استغفار گناه های ما را از ما پاکیزه میگرداند. وقتی که گناه از ما پاکیزه شد، ان شاء الله که برکت حیات در حیات ما زیاد می شود. رب العالمین در حدیث قدسی فرمودند که لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. رب العالمین فرمودند که ای انسان، اگر گناهی تو به چنان گناه زیاد و بزرگ انجام بدهی، گناه کلانی بکنی که کلانی گناه تو روی زمین پر کنه و بلندیش در آسمان برسه، نزد من طلب مغفرت کنی، یعنی استغفر الله بگوی، رب العالمین گفت من گناهی تو را میبخشم، پروایی ندار. یعنی هرچند اگر انسان گناهش کلان باشه، وقتی کلمه استغفار استغفر الله گفت، به فضیلت این کلمه و به سبب گفتن این کلمه الله رب العالمین گناه و شخصیت میبخشیده است. وقتی گناه الله رب العالمین ببخشه، ان شاء الله رب العالمین که این شخصیت از جمله خوشبخت‌ترین و بهترین شخصیت ها خالی از گناه میگردد. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، توصیه من برای همه شما این است که حدی اقل از همه کمتر در یک روز 100 بار کلمه استغفر الله یعنی وظیفه داشته باشیم. حرکت کنیم چقدر میتوانیم تا 1000 بار روزش یعنی که کلمه استغفر الله برای خود بگوییم. ان شاء الله رب العالمین در مدت اندک خداوند حیات ما را تغییر میده، رنج و مشقت از حیات ما دور میگردانه، مشکلی های ما را آسان میگردانه. ان شاء الله که برکت در کسب و کار و در حیات در زندگی ما زیاد میگردانه. و همه شما را برادران عزیز و بزرگوار به خداوند امانت میسپارم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم که پروردگارا مشکلی های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان و خداوند
در کسب کاری حلالی، یعنی تجارتکارها و کاسبهای ما برکتها عطا بفرما. پروردگارا وطن عزیز ما را پر فیض برکت بگردان. پروردگارا رنج و مشقت از حیات ما مسلمان ها دور بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.